یک روز که مایک تایسون پیش کبوتراش بود، یکی از بچه‌های بزرگتری که توی خیابون برای مایک قلدری میکرد پیداش میشه و شروع به اذیت مایک میکنه. به لونه یک کبوترا میره و یکیشونو تو دستش میگیره و شروع به بر رفتن به کبوتر. مایک التماس میکنه به کبوترش آسیب نزنه و اون به جای برگردوندن کبوتر به مایک سر کبوتر رو میپیچونه و سرش رو از تنش جدا میکنه. پرنده به معنی واقعی کلمه تو خون خودش غرق میشه. اینجاست که خشم مایک تایسون بیدار میشه. مایک اون پسر بزرگتر و قوی‌تر و طعمه خشمش و حسابی به دفعات اونو کتک میزنه و احتمالاً این واقعه بزرگترین نقطه عطف زندگی مایک میشه.